ما نه انگشت مفسدان از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد. این پیام ابراهیم رئیسی رهبر حکم قضاییه ایران است که همچون داوطلب اساسی کرسی پرزیدنتی جمهوری اسلامی در انتخابات 18 ایون به شمار می رود. بسیاری ها حاکمان روحانی ایران را با آن متهم می کنند که از ثبت نام داوطلب های معتدل و اصلاحات طلب خودداری نموده راه را برای پیروزی رئیسی فراخ کردند. این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا بچزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این ایشون تو 4 دهه گذشته جز آدمکشی کاری نداشته. یعنی اصلا معروف به آدمکشی. در سالهای 80 عصر 20 رئیسی به حیث دادرس هزارها محبوس سیاسی را به اعدام محکوم کرده است. بعد انقلاب اسلامی سال 1979 او با تعقیب مخالفین مشهور شده به مقام‌های بلند دادگاه ایران پیشبری گردید. او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای اینکه بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه. به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود. واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه. انتخابات پرزیدنتی 18 ایون در شرایط تحریم‌های آمریکایی، سرایت سراسری کووید 19 و فشار اقتصادی که باعث نیرومند شدن افکار اعتراضی گردیده است دایر می شود. در حالی که پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای احیای سازش هسته‌ای ایران با کشورهای ابرقدرت عالم از سال 2015 تلاش دارد، رئیسی تقاضا کرده است که تمام تحریم ها لغو گردند. پرزیدنت پیشین آمریکا دونالد ترامپ آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بیرون کشیده جمهوری اسلامی را زیر فشار وزنین ترین قرار داده بود. در این بین رژیم ایران به تعصب بیشتر روی آورد، به ویژه اثنای تعقیب اعتراض های سال 2019. این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن حجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که حجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون حجامت رو بلد. شرایطی که روحانیان محافظه‌کار تشکیل کردند احتمال پیروزی بدون رقابت رئیسی را فراهم می‌آورد. از این رو فعالان دعوت دارند که انتخابات بایکوت شود. در یک نظرخواهی اگنتی نظرسنجی دانشجویان ایران همگی 37% مردم دارای حق آوازدهی تصدیق کردند که در رایدهی شرکت می‌ورزند.